سلام بچه ها، امروز میخوایم این موتور برفاکن رو سرویس کنیم. ببینید برای سرویس کردن این چیز زیادی لازم نداریم، فقط یه پیشگوشت 400 لازم داریم، یه پیشگوشت 400 لازم داریم، یه دونه بوکس یا A14 یا بوکس در بوکس بهتره، راحتی نمیگیریم قشنگ بازش میکنیم تون سریع. بعضی برای همین سرویس کردن 150,000 تومان میگیرن، فقط برای همین سرویس کردن، چون این الکتروموتورهای فابریکی چیز دیگه نمیرن، نوازش نمیکنن. برای باز کردن یه 400 برمیداریم. این چند اول از همه ببینید، این اول بار میداریم بازش میکنیم، چو باز میکنیم. خب 3 تا پیچ داره، یکی آخر داره، یکی این بالا. یکی هم باید اینم در بیاریم، پیششو در بیاریم. باز کردم ولی اشتباه کردم، اول فیش رو در می آوردم بهتر بود. فیش رو در آوردم، بعد این 400 برمیداریم. اینجا هم یه دونه پیچ هستش، اینم باز میکنیم. این پیچ داره، اینو در میاریم، اتصال بدنش هم باز میکنیم. یه بوکس در برمیداریم، اینو باز میکنیم. برای باز کردیم یه بوکس در. اینو در میاریم. خب ببینید اینجا گریس داره، این گریس ها رو باید پاکشون کنیم. ببینید این گریس ها رو باید پاکشون کنیم. یک کونه بر میداریم، این گریس ها رو قشنگ پاک میکنیم. ببینید چقدر سوخته خراب شده این گریس ها. همین گریس های خراب خاک خورده باعث کندی این میشه. فلزات این گریسا رو تمیز کنیم. خب گریس اینا رو باید نکنیم. این گریس برمیداریم. شما اگه با چوب خواستین انجام بدید دستاتون کثیف نشه انجام بدید. من با دست راحت کنم. اینجا قشنگ داخل این و این قشنگ داخلشون رو گریس کار میکنیم. خب میریم برای تمیزی این کنار میذاریم، اینو اینجا میذاریم، بریم داخل اینو تمیز کنیم. قشنگ این کانه رو اینجوری میذاریم داخلش، ببینید این تمیز میشه راحت. اگه شما اسپری انژکتور شور هم میتونی بزنید،
خراب نمیشه. ولی من نمیزنم، بهتره با یک کنیم. میخوام با کمترین هزینه این درست کنم. شما میتونید قشنگ این رو روشن کنیم، قشنگ روشنش کنیم، بعد باکن رو روشن کنیم. من بعد باکن رو روشن میکنم. الان براتون نشون میدم. خب بچه ها میبینید اینو گریزکاری کردیم، اینو اینجا وصلش میکنیم، اتصال بدن رو تا داخل اینو خوب تمیز کنیم. ببینید این فیششو وصل میکنیم. خب اینو وصل میکنیم به یه دونه از اینو وصل میکنیم اینجا قشنگ یکم سفتش میکنیم تا این کار کنیم. سفتش کنیم تا این کار کنیم. خب بس باکن رو روشن میکنیم. میکنه بر میداریم اینجا میداریم توی قشنگ این خودش تمیز میکنیم. ببینید قشنگ جیره ما گرفت. خب اینو خاموش میکنیم، صداش داریم انجام. قشنگ تمیزش کردیم داخلشو. بعد گریس رو بر میداریم. خب اینجوری اینجا ها اینو پر از گریس میکنیم. ببینید که داغ شد، میچرخه داغ میشه. بچه تا من اینو درست میکنم شما لایک و سابسکرایب بزنید، کامنت هم بذارید. ببینید اینو اینجا پر از گریس میکنیم. من برفاکن روشن میکنم، دستمون گریسی میکنیم و اینو روشن میکنیم. دست رو گریسی میکنم. ببینید تموم شد. کل اینو گریس کردم. ببینید تمام. بعد دیگه این تموم شده کارش. همین به همین راحتی دیگه اینو میبندیم. این با اینجا جا میندازیم. یکم داخلش برق بود. ببینید بیا پیچه کیف ببخشید به خاطر کیفیت بد دوربین. ببینید اینجا رو جا میدیم دیگه میبندیمشون.
که اینجا داشت. افتاد پایین. بچه ها اینو کم کم میبندیم تموم میشه دیگه.